میخانه های قرقیز ای یکسر سوزنده پرفتی میخانه های قرقیز ای یکسر بچه برانه شده اینجا همش در گفتوس قصر تانکوچه محله عصبهاشون از استخواناشون میکندن بگرفتن اما صبر میکردن. حالی شما حالتو به این رسید از کو؟ چرا شما عجله میکنید؟ چرا اینقدر در ترس تهلکه افتیدید؟ همیشه دوستای خدا در عذابند، همیشه در مشقت هستند. این برای تعلیم شماست، این برای آن است که شما آبتاب بیابید، مستحکم باشید. دشمن هیچ وقت سر تسهیله نمیکنه، دشمن همیشه به مقابلت عمل میکند، اما شما باید مستحکم قوی باشید که وقتی که دولت اسلامی صاحب دولت شدید توانید که دشمنی و تعرض دشمنای اسلام برگردانده توانید. دوستای خدا را با شانه‌های آهنین عصب و گوشت‌ها را از استخوان‌هاشون میکندن، جدا میکردن، اما صبر میکردن، در شکر خدا میکردن. شما عجله نکنید. واقعا شما یک تاریخ ببینید، حتی اگر تاریخ پیغمبران را یک چشم باندازیم، کدام پیغمبر در راحت مسرت بود؟ همه در عذاب، همه در شکنجه، همه بر ضد شد دشمنای خدا تجمع کرده و مبارزه میبرند. یگان پیغمبر خدا در راحت نبود. حضرت شیخ عطار بیان میکند پیشوایانی که رهبین آمدند، گاه و بیگاه از پی دین آمدند، جان خود را در ره دین باختند، قول حق را در جهان افراختند. این پیشواهایی که خدای تعالی بعضا به پیغمبری مبعوث کرد، دوستای خدا، اولیاء الله، خادمای شریعت غرا، هر کسی که در تاریخ آمده از جان فدایی ها کردند، عذاب ها کشیدند، برای کلمه حق به مردم رسانیدن. در نگر اول که با آدم چی شد؟ عمرها بر وی در آن ماتم چی شد؟ آدم علیه السلام که در زمان او یگان مشرک نبود، چقدر عذاب ها کشید. مدت 1000 سال توبه کرده است پیش خدا، التجا کرده است، پروردگارا ظلم کردم در جانم، خداوندو اگر رحمت مغفرت نکنی بلا مثل شیطان از زمره زیانکارا و دوزخی ها میشم. چقدر ماتم کشید، چقدر عذاب کشید آدم علیه السلام. این دنیا داری آسایش و داری کیف صفا نیست، داری مشقت است. بینگر آخر نوح را غرقاب کار، تا چه برد از کافران سال 1000. حضرت نوح علیه السلام چه عذاب و مشقت ها کشید؟ 950 سال قوم خود به سوی خدا دعوت کرده است، میگفتن دیوانه است، عذابش میدادن. فرزندی خودش از بحرش گذشت، زنی خودش از بحرش گذشت. باز ابراهیم را بین دل شده، منجنیق آتشش منزل شده. حضرت ابراهیم ببینه، پدر ملت موحد راحت داشت. خلیل نبود که در منجنیق گذاشته و در داخل آتش انداختنش، به همه همینا صبر کرد. باز اسماعیل را بین سوگوار، کفش او قربان شده در راه یار. حضرت اسماعیل ببینه، در طفولیتش خداوند امتحانش کرد، گفت پدر جان وقتی که مرا میکشی البته که تو به حکم خدا عمل میکنی، چشمامو ببند تا اینکه به غضب بر رویت نظر ناندازم، دستامو ببند تا مبادا یگان حرکتی ناجایی نکنم که دست در بدنت بخوره و مستحق آتش جهنم بگردم. باز بر یعقوب پیغمبر نگر، چشم کرده در سر کار پسر. حضرت یعقوب کو عذابا شدیده، کینای یوسف اکثر تماشا کرده، چه عذابا کشید. موی سفیدی بیچاره چه رنجهای برد، یک امر را به گریه و به نوحه گذروند است، اخیر الامر چشماش نابینا شد. باز یوسف را نگر، کزداوری، بندگی و چاه و زندان بر سره. حضرت یوسف بینه تا زمانی که
عزیزی مصر شود چی عذابایی را کشید از خوردیش، از خورده امتحان خدا سر شد. تا زمان خداوند بنده را امتحان نکنه به مرتبه و به منزلت های بلند نمیرسونش. باز یونس را نگر، سرگشته راه آمده از مه به ماهی چندگاه. قصه حضرت یونس میدونی که مدت 40 روز در شکم ماهی بود و 40 روز تمام فقط ذکر خدا را کرده است، یاد خدا را کرده است. باز موسی را نگر، ز آغاز عهد دایه فرعون شده تابوت مهد. حضرت موسی را ببینه که چی عذابای کشید، چی رنجهای کشید، یک ملت را نجات داد و عاقبت الامر از همون ملت چی ناشکری های را دید. باز داوود زیرهگر را نگر، موم کرده آهن از تف جگر. قصه حضرت داوود از یاد شنیده ای. متاسفانه ما امکان نداریم در این 1 ساعت که مفصلتر در این موضوع صحبت کنیم، اما شما الحمدلله آگاه هستید میدونید. باز بینگر که سلیمان خیدیو، ملک او برباد چون بگریفتیو. اشاره به آن است که چنو خاتم از دست حضرت سلیمان یک جین صاحب شده، چند مدت دعوای سلیمانی کرد و حضرت سلیمان چی عذاب و چی رنجهای را متحمل گشت. اگر چند شاهزاده بود، اگر چند خود شاه بود، اگر چند خداوند حکومت تمام جنها را در اختیارش داده بود. باز زکریا بین که دل در جوش شد، اره در سر دم نزد خاموش شد. باز یحیی را نگر در پیش جمع، سر بریده زار در تشت چشم. قصه حضرت زکریا و یحیی را میدونه که هر دو شهیدای راه خدا هستند، هر دو به شهادت رسیدند. یحیی علیه السلام سرش بریدن، در بالا یک پدناس موندن، به پادشاه یهود هدیه فرستادن. به هیرودس پادشاه یهود هدیه فرستادن. باز عیسی را نگر کس پایدار، شد هزیمت از جهودان چند بار. باز بینگر که سری پیغمبران، چی جفا و جبر دید از کافران. حضرت عیسی چی عذابای کشید. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که از بحر یک قطره من برای شما بیان کرده استم چی عذابای را متحمل گشتن. تو گمان داری که این آسان بود؟ بلکه کمتر چیز ترک جان بود. این کاری آسان نیست. اگر این اسلام یک راهی منفرش میشید و در جیب سوار جلک فسان همیت تکیده برخورده میگشتی، همه دعوای پیشوایی میکرد. اما چنین نیست. مشقت ها داره، عذاب ها داره، از خود گذشتگی ها داره، زیرا مسئولیت طرف فراد نمیگذاره. قصه کوتاه، حضرت صلی الله علیه و سلم عذاب های زیادی را متحمل گشت. عاقبت الامر امید کن دیگه. امید چه از قریش کن که قریشی ها ایمان نمیارند. از این خاطر حضرت صلی الله علیه و سلم در ماهای حج که میشد به قبیله ها میگشت، نزد قبیله ها میرفت، با اونا سوال و جواب میکرد، تبلیغ دعوتشان میکرد، اما کار بسیار به سستی میرفت. حضرت صلی الله علیه و سلم پیش خود نقشه کشید، گفت به طائف میروم. طائف یک شهر بسیار آبادان و زیباست، در 70-80 کیلومتری مکه و بسیار آبادان است، از بس که آبش فراوان است، جای میوه است. همه انگوری طائفی که میگیم اصلا اصلش همونجا است. تا به امروز هم میوه هاش بسیار شیرینن و طائف مکان استراحتی سرورای قریش بود. اکثر اشراف قریش در طائف زمین ها داشتند، باغ ها داشتند، ایلاق شو بود، جای استراحت. چی بگیم ما که امروز؟ بله، همون دچه ها شو در همونجا موجود بود. و در طائف بنی ثقیف، قبیله بنی ثقیف زندگی میکرد. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نقشه کشید، گفت اگر بنی ثقیف مرا به پیغمبری قبول کنن، بنی ثقیف بسیار مردم جنگجو هستند، جسور هستند
تابع سروراشو هستند. اگر سردارای اونا اسلام قبول کنند همش انشاءالله قبول میکنند. فقط به همین خاطر همراه فرزند خواندش زید ابن حارثه که یک زمان در خوردی پیغمبر صلی الله علیه و سلم این غلام بچه را فرزند خود خوانده و این قبل از اسلام بود، آزادش کرده بود. عازم طایف شد. در راه به هر قبیله می رسیدند دعوتشان میکردند تا اینکه عاقبت الامر وارد شهر طایف شدند. این واقعه در ماه شوال در سال دهم بعثت جناب سرور عالم صلی الله علیه و سلم است که به سال 620 میلادی موافق می آید. حضرت آمد در طایف 3 برادر بودند. عبدیالیل، مسعود، حبیب، فرزندان عمرو ابن عمیر ثقفی. این 3 نفر سروری ثقیف بودند، سرداری طایف بودند. اول پیش همی برادرها آمد در نزدشون نشست. گفت من پیغمبر خدا هستم، من برای دعوت شما آمدم. اگر خداوند هدایت تو کنه، اگر شما اسلام قبول کنید، نام شما در تاریخ به نیکی یاد می شود. نام شما را همچون مسلمانای عهد اول و همچون صحابگان پیغمبر صلی الله علیه و سلم ذکر میکنند. اما اگر شما این شرایط این امکان استفاده نبرید، شاید نامتون یاد شود اما فقط به لعنت، به تکذیب. عبدیالیل بدبخت گفت اگر که خداوند ترا پیغمبر کرده باشه، پس چرا پرده های خانه کعبه را به دست خودش درست نمیکنه؟ پس چرا قرشی ها میکشنش؟ پدرسگ مسعودش گفت دیگر آدم یافت نشد که ترا پیغمبر گذاشتن. چرا یتیم عبدالله پیغمبر میشد است؟ مثلا من نه، مثلا ابو سفیان نه، ابو سفیان ابن حرب. حبیبش گفت من به تو سخن نمیگویم، زیرا اگر تو پیغمبر باشی من قدر منزلت آن رو دارم که با یک پیغمبر رو برو ایستاده و صحبت کنم. اما اگر دروغگو باشی، با دروغگو سخن گفتن حیف است. حضرت دید که از اینا هیچ دیگه صدایی نیست، هیچ امیدی نیست، از جاش خیست. گفت به هر حال همین صحبت امروزه مورد سیر است، آشکار نکنید. اما پدر سوخته ها حتی همین خواهش پیغمبرم رعایت نکردن، در بین شهر طایف جار زدن. حضرت مدت 10 روز در طایف سکونت اختیار کرد. دل شکسته نمیشد، زیرا فرمان از جانب خداوند بود. دل شکسته نمیشد. بعضیا دشنامش میدادن، بعضیا از پیشش میراندن، اما حضرت گردن کج کرده و نزدیک یک تمامی سرورای ثقیف نزدشان رفت و به سوی خدا دعوت کرد. ببینید کار چه خیلی مشکل است. بعدا دید که هیچ مراد حاصل نیست. از این گذشته دیوانه ها و احمق ها و کودک ها را جمع کردن. ثقفی ها بر ضد پیغمبر صلی الله علیه و سلم الانیدن، کشکش شدند، مثل که سگ کشکش میتی. سنگ ها در دست. پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیت خارج شدن از طایف داشت که در راه از ده جانب ایستاده و حضرت زیر سنگ ملامت دشنام قرار دادن. زید ابن حارثه بیچاره با بدنش پیغمبر صلی الله علیه و سلم میپوشاند، سرا همه کفید، همه در خون آغشته. اما چند نگه میداری آخی؟ چندین سنگش در بدن مبارک حضرت صلی الله علیه و سلم اصابت کرد، پاها به خون آغشته. وقتی که پای مبارک در زمین میگذاشت، زمین پر از خون میشید، از تمام بدن خون جاری بود. دید که وضعیت بسیار بد است. در راه یک باغی بود، از دست این ظالما و این جاهلا و احمقها حضرت همراه زید ابن حارثه پسرخواندش داخل باغ شدند. وقتی که اینا در باغ داخل شدند، بعد کودکان و دیوانگان و اخران و احمقان بعد خفا گشتند. در باغ حضرت به تنه دیوال تکیه کرد و دعای معروفی خچه کرد. دعایی را که انشاءالله هر یک مسلمان اگر در مشکلی به افتاد همین دعا را بکند، خداوند براش کشایش عطا میکند. حضرت که بسیار بسیار دل مانده شده بود،
جانش به لبش رسیده بود، تکیه به دیوار به سوی خدا مراجعت کرد، گفت اللهم الیک اشکو ضعف قوتی. پروردگارا من به تو شکایت میکنم. گفت خدایا، گفت شکایت دارم از ضعف قوت، از بی قوتی به تو شکایت میکنم. اللهم الیک اشکو ضعف قوتی و قلت حیلتی و هوانی علی الناس. از ضعف قوت، از بی‌علاجی، از اینکه از دستم هیچ کاری نمی آید، از خار و ذلیل شدن پروردگارا شکایت میکنم. این چه حالی زور است ای خدای بزرگ، ای خدای توانا، یا ارحم الراحمین، انت رب المستضعفین و انت ربی الی من تکلنی. ای پروردگاری که گفت رحمت عالمی هستی، و پروردگاری همه همین مستضعفاتی، حامی همه همین ضعیفات هستی، حامی و پروردگاری من تو هستی. تو مرا با کی گذاشتی؟ با کی؟ ایلا بعید یتجهمونی. تو مرا به همه آدم دوری سنگدلی احمقی که وقتی مرا میبینه قاش قوق در هم میکشه، دشنام حقارت میکنه، تو به همه مرا بگذاشتی. ام ایلا عدوین، تو مرا به دشمنان باقی گذاشتی پروردگارا که تو خودت قوت شان دادی. این قوتی تو از نباشه از دست اونا هم کاری ساخته نیست. پس شکایت دارم خدایا، شکایت دارم. اما پیغمبر خدا است، پیغمبرها از حکم خدا آگاهند، پیغمبرها عاشق هم غضب خدا هستند هم عاشق لطف خدا. پیغمبرها تمام امتحانا را جوان مردانه متحمل می شود. گفت این لم یکن بک علی غضب فلا ابالی. با وجود این گفت پروردگارا، اگر من بدانم که تو نسبت من غضب نداری، اگر تو نسبت من غضب نمیکنی، من پروای این جور و ظلمی دشمنان را ندارم، همه امیدم به تو است. ولکن عافیتک هی اوسع لی. اما من امید عافیتی تو را دارم پروردگارا. من امید دارم که تو در پهلوی من شیر مردا را بس کنی، تو از اسلام و از من پشتیبانی کنن، تا نگذارن که هر یک خیره سر، هر یک عاقی پدر، هر یک پدر لعنتی دیوانه نسبت من ظلم را ببیند و همه در دست تو پروردگارا. ولکن عافیتک هی اوسع لی. لك العتب حتی ترضى ولا حول ولا قوة الا بك. پروردگارا گفت همین قدر در پیشت گریه و التجا میکنم تا زمانی که راضی شوی که من شکایت کردم. قوت توانایی همه است. تو هستی که شخصی را یا قوم و ملتی را بزرگ توانا میکنی و تو هستی که قوم یا شخصی را خار و ذلیل بگردانی. لا حول ولا قوة الا بك. همه در دستیت است. با همون عتبه ابن ربیعه و شیبه ابن ربیعه این دو ملعون ظالم متعلق بود. همون شخصایی که نسبت پیغمبر صلی الله علیه و سلم جور میکردن، همون عتبه که ابوبکر صدیق در روش بلغت میزد. وقتی که عتبه و شیبه دیدند احوال پیغمبر صلی الله علیه و سلم، حضرت گمان نمیکرد که عتبه و شیبه از یک گوشه نگهش دارند. گریه رخسارش وقتی دیدند، حتی همین دشمنای خدا قلبشون نرم شد، دلشان سوخت. یک غلامی نصرانی داشتن با نام عداس، گفتن در یک طبق انگور بگیر نزد محمد صلی الله علیه و سلم بر اندک از همون انگور استعمال کنن.
عداس در طبق انگور گرفت نزد حضرت اومد، التجا کرد که از همین انگور استعمال کن. حضرت گفت بسم الله الرحمن الرحیم و یک دانه انگور کنده در دهنش انداخت. عداس گفت این مردم این سرزمین بسم الله الرحمن الرحیم نمیگویند، خدا را بر رحیمی و بر رحمانی یاد نمیکنن، باری اول از دهن تو میشنوم. حضرت صلی الله علیه و سلم گفت تو از کجا هستی، از کدام شهر هستی؟ گفت اصلی من از شهر نینواست. نینوا. گفت از شهری یونس ابن متا، مردی صالح پیغمبر خدا. تو گفت همشهری یونس هستی، حضرت یونس هستی؟ گفت تو یونس از کجا میدونی؟ این عرب ها نمیشناسن یونس ها. گفت یونس برادری من است، چه خیلی ندانمش. یونس هم مثل من پیغمبر خدا است. یونس هم قوم خودش دعوت کرده، عذاب و مشقت کشید، امروز همین بلا به سر من اومده است. عداس وقت این سخن گفت از پیغمبر شنید، در پاهای حضرت افتید، پاهاش بوسه میکرد، همون پاهایی که به خون آلوده بودن. دستای حضرت در سر چشماش میبولید. عتبه وقت دید به شیبه برادرش گفت که این غلام این طرف فریفته کرد، این ساحر است، غلام این طرف فریفته کرد. وقتی که عداس پس گشت گفتن چیت گفت به تو چرا دست پاهای او را بوسه کردی؟ گفت ای خواجه این شخص بزرگترین بنده خداست، صالحترین شخصی روی زمین است، شما نمیدونه که این چی کسی؟ این با من قصه های کرد، از اخبار مرا با خبر ساخت که بغیر از پیغمبرها کسی نمیدونه. از همون قصه ها ما را آگاه کرد. و حضرت صلی الله علیه و سلم از با خارج شد، عظیم مکه مکرمه در رحم اومد، بسیار محزون، بسیار غمگین، دلش دیگه از همه مانده است، دیگه دست دل به دعوت پیش نمی رود. حتی امام بخاری روایت میکند که حضرت صلی الله علیه و سلم بار سوال شد، سوال کننده مادرمو بیبی عایشه است. مادرمو گفت یا رسول الله هل اتا علیک یوم کان اشد من یوم احد؟ ای حبیب خدا، گفت آیا با سرت یگان بلای آمده است که از روز احد دیده برای تو مشکل تر باشد؟ جنگ احد که همه شما میدونه الحمدلله. جنگ احد جنگی که بین مسلمانان مدینه با مشرکان مکه شده بود و در این جنگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم 70 نفر از دوستا، خویش اقربا، برادرای همسنگری خچه از دست داده بود. بیبی عایشه مادرمون میگوید که آیا از همین احد برای تو مشکلتر و دردناکتر یگان روز گذشته است؟ حضرت صلی الله علیه و سلم گفت یا عایشه لقد لقیت من قومک ما لقیت، من از قوم تو، گفت ای عایشه، عذابهای زیاد دیدم، اما شدیدترین عذابی که من از این قوم دیدم همون روز عقبه بود که وقتی نزد او سه برادر ثقفی رفتم، نزد عبدیالیل، نزد مسعود و نزد حبیب، و مرا قبول نکردند. و وقتی که او بدگهرا ظالما نسبت من ظلم روا دیدن، به خون آلودم کردند، فانطلق و انا مهموم علی وجهی. حضرت میگه من از با خارج شدم، دیگر سرم خم، سرم حتی نبرداشتم از غم و غصه که بالا مستولی شده بود. تا اینکه با قرن ثعالب رسیدم. این قرن ثعالب نام یک موضع است، امروز با نام قرن المنازل یاد می شود. یکی از همون میقات هایی هست که از همونجا او طرف دیگر احرام می بندن مردم. قرن المنازل در همون موضع اومده، میگه سر برداشتم که در بالای سرم یک ابر، فاذا انا بس بسحابه قد اظلتنی، ابر بالای سرم سایه کرده است. حیران شدم، میگه تمام راه از سقیف تا نخله خداوند امر کرده است
ملائکه ها را ابر آوردیان در بالای سر پیغمبر صلی الله علیه و سلم که حبیب خدا در زیر آفتاب تفسان عذاب نکشد. حضرت همین قدر میگه غم اندوه داشتم که سرم از زمین نبرداشتم، حتی متوجه نشدم که در بالای سرم ابر است. در شوال، در نیمه تابستان، در گرمی تفسان، در حجاز که در یک سال یک بار یا دو بار آیا باران میبارد یا نه، ابر اومده است بالای سر پیغمبر. حضرت میگه فاذا نظرت فإن فيها جبرئیل علیه السلام. وقتی خشرو دقت کردم، میگه نگاه کردم، حضرت جبرئیل علیه السلام از پشتی ابر نمودار شد. فنادانی فقال ان الله قد سمع قول قومك لك و ما رد عليك. حضرت جبرئیل میگه صدام کرد، گفت ای حبیبی خدا تو محزون نشو، تو تنها نیستی. خداوند همه او جبر او رذیلی های کردن همه او را دید، همه سخنهای قبیحی که در حق تو گفتن خداوند همه را نسبت خود قبول کرد. و قد بعث الیک ملک الجبال لتأمره بما شئت فیهم. ملائکه که ها را نزد تو فرستاد، ملائکه را که ها در اختیارش هستند، هر امری که کنی اجرا میکنه. تو شکایت کردی که من کسی ندارم، شکایت کردی که کسی از من پشتیبانی نمیکنه، خداوند عرض دادی ترا شنید، شکایتی ترا قبول کرد. یک ملائکه بزرگ شکی تمامی که ها در اختیارش هستند با خدمت تو فرستاده است. هر امری میکنی گفت مرحمت. حضرت میگه ملائکه صدام کرد، سلام داد، گفت یا محمد صلی الله علیه و سلم هذا فيما شئت او ذلك فيما شئت ان شئت ان اطبق عليهم الاخشبين. گفت ای حبیبی خدا، ای محمد صلی الله علیه و سلم، من در خدمتی تو هم چی میفرمایی؟ قسم به خدا گفت اگر روزی بخواهی همین دو کوهی که از دو طرف مکه را احاطه کرده است، یکی با نام ابو قبیس و دیگر قعیقیان، در بالای سری مشرکا همش پخش میکنم، یگان نفرش زنده نمیبونم، فقط تو امر کن. اما این سخن بر رحمت عالمیان نگرانده شده بود. پیغمبری که وحی خداست، با پیغمبری که خداوند گفت که و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ای محمد ما ترا برای رحمت عالمیان فرستادیم. آیا رحمت عالمیان روا میبینه که کودکای بیگناه در زیر سنگ در زیر که هلاک شوند؟ هرگز نه. حضرت گفت بل ارجو ان یخرج الله من اصلابهم من یعبد الله وحده ولا یشرک به شیئا. گفت من فقط همین یک آرزو دارم از خدا، یک امید، یک تمنا دارم از پروردگار بزرگ که الله ذوالجلال از صلب همین پدرای کافر فرزندان صالح با ایمان به دنیا آورد که فقط عبادت خدا را کنند و در عبادت خدا کسی و چیزی را شریک نسازند. و الحمدلله و المنه دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم پیش خدا مستجاب شد و از صلب این کافرها جوان مردای پیدا شدند که امروز افتخار اسلام هستند، افتخار تاریخ بشر هستند. همین بشرافتی دعای حضرت صلی الله علیه و سلم بود که رحمت عالمیان است. حضرت بین قبیله ها دعوت میکرد، صحبت میکرد، اما افسوس و صد افسوس که اکثر سخنهاش از یک گوش داخل میشده، از گوش دیگر خارج. خب این قصه را ببخشه که تا اخیر نه آوردیم. حضرت در نخله اومد، شخصی که از مکه خارج شده است دیگر امکانی داخل شدنی به مکه را نداشت، میتونستن قتلش کنن. هر شخصی که ملاقاتش میکرد میتونست که قتلش کنن. حضرت در نخله چند روز سکونت اختیار کرد. در این مدت زید ابن حارثه را فرستاد نزدی 3 نفر، 2 نفر تکلیف حضرت رد کردند. حضرت از اونا کمک خواست، پشتیبانی خواست که من با پشتیبانی شما داخل مکه شوم، بر جان من ستم نشود. 2 نفر
که یکیش سهیل ابن عمرو است، انکار کردن، قبول نکردن. اما یک نفر از بین اونا با نام مطعم ابن عدی، مطعم ابن عدی ابن نوفل ابن عبدالمناف، که در عبدالمناف با رسول الله صلی الله علیه و سلم یک جایه می شوند. همین مطعم ابن عدی قبول کرد. گفت به دل جان، اگر چنده که دین اسلام قبول نکرده بود، به فرزنداش امر کرد، گفت سلاحای ختونه بپوشید و تمام قومش برداشت. بنی نوفل همه را به پا خیزاند، سردار شد. گفت شما آیا آماده هستید که در راهی برای سخن من جان فدایی کنید؟ گفتم بله. پس گفت اسلحه‌تون را بگیرید. من به محمد پناه دادم، پناه سیاسی دادم. حضرت تا زمانی که مطعم ابن عدی رضایت خیش رو براش داد، در نخله بود. بار هنگام نماز خواندن خداوند یک عده از جنها را هدایت کرد. از راه میگذشتند، صدای تلاوت قرآن به گوششون رسید و چنان مجذوب شدند این جنها که ایمان آوردند به محمد صلی الله علیه و سلم. و قصه ایمان آوردن اونا در سوره جن روایت شده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. بگو ای حبیب من، ای محمد صلی الله علیه و سلم، که خداوند به من وحی فرستاد، خدا به من وحی فرستاد که یک عده از جنها وقتی که تلاوت شیرینی تر از قرآن عظیم شأن شنیدن، گفتن عجب قرآنه، چیز کلام شیرینه، چی کلام جاذبه. یهدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. این کلامی هست که انسان به سوی رشادت، به سوی بزرگی، به سوی پاکمنظری دعوت میکرده است، به سوی حق دعوت میکرده است. پس ایمان آوردیم به آن، به الله همچه معبود و به محمد صلی الله علیه و سلم همچه رسول او. فلن نشرک بربنا احدا. پس هرگز به خدای بزرگ شرک نمیاریم. چرا خداوند پیغمبرش خبر کرد؟ زیرا گفت که ای حبیبی من اگر لازم شود لشکرم زیاد است، تمام دنیا لشکری من است، همه را به کمکی تو میخیزانم، تو ذره محزون نباش. بعد این خوشخبرها و بعد این بشارت هایی که از جانب خداوند به محمد صلی الله علیه و سلم رسید، حضرت دیگر چنان دلشاد شد که باز همون عزم و جذب پیشینه در بدنش پیدا شد. باز برای در آینده دعوت کردن مردم آماده و حاضر شد. و مطعم ابن عدی هم با فرزنداش آمدن، حضرت گرفتن یک راست نزد خانه کعبه بردن. مطعم نعره زد در بین قریش، گفت من محمد پناه دادم، هر کسی که نسبت محمد جبر کرد نسبت من کرده است، من بر ضدش میخیزم. مطعم ابن عدی قبل از فتح مکه، حتی قبل از جنگ بدر از دنیا رفت است، به ایمان رفت. اما همین کاری خیری کردگیش چنان در ذهن پیغمبر نشسته بود که وقتی که در زمان جنگ بدر کفار مقدار 70 نفر از کفار قریش به اسارت غلطیدند، حضرت گفت قسم به خدا اگر مطعم زنده میشد، اگر همینو را از من میخواست، همش آزاد میکردم. پس ببینه که کاری خیر فراموش نمیشه. برادر، این یک چند نکته بود از رنج عذاب‌هایی که حضرت صلی الله علیه و سلم در راه تحکیم اسلام، در راه ترویج علم قرآن متحمل گشته است و کشیده است. من به شما رساندم همه اخبار صحیح، اخبار درست، هر چی که گفتم کتاب‌ها را نامبر کردم. متاسفانه به سبب بعضی کتاب‌هایی که افسانه‌شو از حقیقتشو بیشتر است، مثل درة الواعظین و امثال اینا، در میان مردم